بین. نه به دیوال میزنی این دسته بگیر اون دسته بگیره. تلکو دیگه گم بزن. آخی نکوی تا که به دیوال میخور آخی. تو کی میزنی آخی؟ تو چی میزنی خوار کو؟ من به تو میگم تله موتر ای بر کات نکو او به ای به دیوال نمیبین او تا کات کو. تو اگه موتر یاد میداشتی میامدی میشستی میکردی. آخی من یاد دارم من کنم نمیتونم تو چیز کنم آخی. تو میتونی خود قیافه بر تو فاکتا خود تله کنی. تله کردی. ایتا کات کن ایتا تو به من یاد نده تله کن. اما گفتم که نه یک سه چرخ چیزی بگی نه کوی تا کات کو هی تله اگم نزن زن مردم چریت کنی تو نزن تو چی کرده تو تله خو بکو ایتا کات نک ای بری بر کات ایتا کات نکو ایتا کات نکو میتا راسته اشترینگه بگیرم خوبه تله کن زد باش اگه تله کن دیگه هم شما که میمون کرده می آمد یک موتر دومت گل جناب علی شما می آمد یک موتری هم می آورد دیگه ما از خود که موتر داشته باشیم بریم به احتیاجی به دومات بکشیم موتر داریم دیگه نمی خراب شدن الان کی میفهمه کی چه کار شده خب بور شده دیگه با سختی سر دختر میکشون نه که دو سر دختر به بیا تله کن نشیمک بخی گپ مفت نده نزن دختر نازتون نزن گپ مفت نده نزن اون خور شد موتر اون خور شد موتر خراب کردی بالا سخت خوب کردی اون خور شد بخی تو میگم بیا موتر تله کن نمیتونم من الان بشینیم بشینیم این تارتوقه به کجا بستن یادی شوی مستک می آمد و می بردن خو عروس خور میمون کردم بعد ما چکار کنم عروس خور میمون کردم بریم با تازم برقل تک بشینیم بریم بیا با تک گری بخی تو میگم بخی که نوخ شده دیر شده بخی نمیشه نمیتونی تو جانی دست ازی چکار کنیم ما هم هر جا که مار ببرده میده گم زده ما رو پربود کرد بخی که تله کنی که نوخ میشه چیزی بلکه پیدا شه تو که عقلتو نمیکشه موتری بر میره پیشی به دیوال میخوره مشکنه چراغایی ها حالا ما چکار کنیم همینجا بشینی کفشم چی شد آخی گوش کن که بری بر نره اگه میبینه گم بزنه ولی خود من میفهمم یه میتونه نخ میکنه دلت رو کفی ها میره کات نکی ایباره کات کو ایباره کات کو تو که موتر یاد ندیسته چرا سوار میشدی ما تا اقدار رو میآوردی حالا ما چی میفهمی که دیگه کجاه نه جو من یاد دارم نه من یاد دارم موتر خراب شده حال اینجا مستری ها کجا پیدا کنی داشت اصلا قبرستان عروس خو بیارم اصلا قبرستان دومات خور بیا سر قبرستان خودتو چی نفری میکنی اونا نکو که گردنم بند باشه نکو دختر مگر از نگی ولی تو نمتانه نگو نزنی دختر مالا تو نگو تاشو که تو رو مال چلاق میکنم تاشو تو بنزنه که میرسه تاشو ما حالا میتو پیاده حرکت بکنه میره بر قبرستانم میره بره بیا پیسه که بره بیا موتر خراب کرده ولی باز اینجا با من نک میزنه بیا که برو تاشو سعی نکن که میزنم تا تو برو تو کار نمادی بریم خود ما خود تو همینجا باشه خود به سرتوشه نک میزنه işte ta شدی تو سیفی هم مگه به سایه نیه به سر قبرستونت بشینم به کجا به سایه بشینم به سایه یا مکو همین سایه نیه هفته
سال بند واسطه ناری بتو ناره کجکی نانه ناری بتو که گم میشیم نانه ایتا ناری میتا ناری میتا بریم دلچینی وقت میته دویده برو به پیش اینا بگو اوتا نریم بگو اونی های اوتا میره آخی شو منه میگه او میگه دومات منه یکی میگه شوهر منه نمزد منه دلچینی بگو اوتا نریم میتونی برو بریم بلکن بلد چیم دلچینی بیا که گم میشی تو بیا نارو کنه برفتم گم میشی بیا یا که خودی به موتر تیله کنی دیگه بسر اینو فقط ما بقسم موتر ازی بده دقیقه داد میکشه یک دم تور میزنه یک دم میرسه صدا میکنه همین من سر اینو بسر ازیشه از میدم نیقه کد داره من تا موتر نی دلی هست که ما با تا گریه با تا سچرخ بلاشیم بقسم بیای شهر نیه ما بعد از وقتی بیامدیم اینجا گفت ببینی با تا سچرخ و گری یه چیزی هست همیشه زن کار که جامعه میبرم که نیقه کد داره موتر خودی خراب کرده دیگه اصلا خودی ازی با موتر چی سوار نمیشه چند دیره بود تا اینجا که قیقه داد میکشید بغزن لد زد تو همیشه همین چیزیه اشترینگی بردردی آفرین دردی آفرین تو آفرین خیلی کتا حالا ما اشتا بریم دلچینی چه کار کنیم ما اینا هم برفته این موتر اینجا نموک ذره ما اوتو بیا اردن تلک کرده کی از این به بعد دیر میاره آخه یه نه من کل گناه بزیر سرم این نانی منه هم میگم نه بگذارین دومات شما جانانم مبارک خوب بیایه با شما یا سچرخی بیاره یا سکیل بیاره یا موتر نه جمعه از خون موتری داریم اشتا کنیم ما چه کار کنیم من که هسته به می گل و گیاه اینو خیلی علاقه دارم و دوست دارم بفرمایید جلو بشین بفهمیدین یعنی حتی ایوانات پرنده هم هر چیزی ما به میجی داریم اینا پرورش میدیم خدای شما خصوصا گل و گیاه شما خیلی همین گل و گیاهی که هسته اینا کلا همه گیره میتد حدل سهی نفر داریم باغون داریم خود ما حتی کار میکنیم زحمت میکشیم اینا رو یک تکه میته میبینیم گلزار مدام این تنه که شما این گل خونه ها رو ایجاد کردیم هیچ وقت پیر نمیشین چه کار کنیم دیگه سر کار ما هم گل و گیاهه دیگه مفادی هم داره سرسبزی هم هسته خیلی خوبه اگه شما یک جای داشته باشیم هم تا سراخ هم میتونید گلخونه تیار کنید خیلی خوب میشه چی رقم بود رنج شما گل بشود یا نه رنج آدم ما بخواستیم فلفل سعی کنید هر نوع گلی که ببینیم همینجا هسته حتی گل فلفل رو میبینی هم گل بنجرومی زینتی اینا همه زینتیه از اینا هر رقمی که بگیم هسته اینا به چند نمیده گل چیزای گلزونای اینا رو دیگه نمیفروشیم میده دوست چیزی که میایه یعنی بازم یک چند تا میدیم برای اینا اونو باز میبرن پرورش میدن بله بابا خانم تیاره خب بیامونم میمونه همگی رمضان
گیلک خانواده شما تا نماده یک زنگ گفتم بزنین. نموده. نه فعلا نماده. من وقت نکردم کوکو. اونا از من جلوتر حرکت کردم. میگم خدا نخواسته کارمدار نکرده. تکان چیزی نکردم. یه خبر بگیرین. یک زنگ مهم بزنین. گوشی هم به دست رسنیه. خاموشه؟ یا از سایه خارجه. تشویش نکنی پیدا میشم هر جا باشم. خدا میدونی موتر چه کار بشو داله. زنگه. الو. الو گیلک کجایی؟ بابا نه و کجاکی برفتم و میتا موتر به تام کوچه و ما و دلچینی و من دیگه خراب شده. بابا دیگه نون تیار کردم 1 ساعت میشه منتظر شمانم. شما چه کار میکنم اخی؟ من نمیفهمی تا کوچی دیوالی داره دیوال خومی سر خومی درختام هسته. این موتر خراب شده. خب پس چه کار میکنه دیگه آخی مثلا اون منتظرم آخی. اما تا بیاین دیگه تا ما پیدا کنیم. یعنی من بیایم؟ میایم. عباس خودی خوب بیاریم شاید بلند باشه منطقی خود. حالا آدرس یا خوبه دیگه چی جایی؟ تو یک دم گوشی تو به دست رست یک دم گوشی تو نیه به دست رست جا ادرساشو که من به تو زنگ زنم وردم. بابا جان همون جا هر جاده سکن درخت بنوش خدا را درخت بیت خدا را توت خوردار همه چیز خدا را. من چی میفهم که دیوال پختی هست خومه هست من چی میفهم به چی جایه؟ انا به من میگه یک جادی هست که دیوال خومی هم داره دیوال پختی هم داره درخت هم داره بس می شهر هم تو جاده هم تو چیز داره. من چی میفهم که کجا آمده؟ من هم نفهمیدم همین آدرسی که گفت من نفهمیدم باور. من با کجا برم؟ ازمون را یک در خونه راست راش من ازمون را برنشه بلکه اونجا استاد باشن. نیه کاش که اونجا بودی. آنه لالا و عباس بیامدن. شما از شیشته این؟ چه کار میکنی تو اینجی؟ از نگاه برات تو کندو شده اگشتانه بسیار. تو خراب یا نگاه بشیشتی؟ بابا این شعل شهید شد من شعل شهید شدم. نه و کجاکی ما ریالا کردم و خستم برفتن که ما میریم جلو. اگه اینا گم شدم بجم کی؟ برفتن دیگه خورتکایم. عجب موتر خراب شد از این گله‌ای که در زده موتر گل شد اگه هر کار میکنم ایتا چیز میشه روشن نمیشه. تو خب با صفی امونه اکسایی بکن بخی روشن میشه؟ نه این تلفک شل چه تو اونا تله کرده بیار. عجب کاره آخی ساعت 2:30 بیجایه. اینا عروس خو میمون کردن تو چه کار خدا نترسیدی؟ تیل نداره ایکو یاره ای فما که خودی از اینا خیشی کردیم ای فما سیکو تو به ایریز میونی تو موتر دست آدم یاد نداره موتر به دست میده ای فما هم گفتم نه موترم خراب شد. روشن میشه بابا تیل نداره اینا میگه خرابه. تیل ننداختی؟ دیره انداختم. چند تیل انداختی؟ دیره 110 روپیه. تیل نداره. 110 روپیه کسی تیل میندازونه. چکه تیل دیگه پول نداشتم ما تیل خلاص کرده. بابا گردنم بند باشه دیروز 110 روپیه انداختم.
دیروز هم نمازدگر بوده. با موتر چند تل میشه که تو 100 تعریف تل انداختی دیگه چه کار کنم من؟ لیتر 90 روپیه دیگه چند بستونم مونده؟ 110 موتر آره تل میفهمی تو؟ روشن میشه تل نداره راه فکر نمیره. مرتگه 1 لیتر تل نمیداد تو 1 لیتر تل انداختی با موتر پت میکنه. عجب هوشیاری کو وقت بریم؟ بای آره میفهمی که تل ندارم تو پول ندارم بریم بستونیم از جامعه تل. پول داری پیش خو نه خب پول دارم از کجا پول دارم؟ نه نداد پول. عباسیو بله. کوکو جانی 150 پولو تل بستو بردا تا یک شیشه بده بیا که بده مثلا موتر بده که همین تو برو بالکن نزدیک باشه سرا. برو میده تل فروشی ها. تو هم موترم سوار میشی موتر چک نمیکنی سی نمیکنی که تل داره نداره من چی میفهمم میگم البته 110 روپیه خیلی میشه. برو جو نوری چش نکنیم بریم بشینیم تا موتر کشال شدم از استاش شده.